سلام به کانال بهرام خوش آمدید. در زبان ترکی دوام خواهیم داد. موضوع امروزه ما گفتن کلمه از، مثلا از خانه، از مکتب. کلمه از در زبان ترکی همچون پسوند می آید و قاعده آن چنین می باشد: اگر صدایی که آخری کلمه ا، ا، او باشد، پسوند ما دن می شود و اگر صدایی که آخری کلمه ای، او بشود، دن می شود پسوندمان. مثال ها رو بینید. مثلا کلمه گراژ به معنای گراژ بگیم، اگر خواهیم گیم از گراژدان میگوییم. اگر کلمه قوطی را استفاده کنیم که در زبان ترکی کوتو می شود، از قوطی گفتنی باشیم کوتودان. کلمه ترن یعنی قطاره، از قطاره گفتنی باشیم ترندن. کلمه اف یعنی خانه، از خانه گفتنی باشیم evden. رحمت برای وقتتان. لایک مونید، آبونه شوید، زنگوله چه رو زیر کنید و سلامت باشید.